درود عزیزان. کلام خدا در اول قرنتیان 13 میگه و حال این سه چیز باقی میماند: ایمان، امید، محبت، اما بزرگترینشان محبت است. بزرگترین حکم خدا برای انسان محبته و همچنین در انجیل یوحنا فصل 3 میگه خدا جهانیان را آنقدر محبت کرد که یگانه پسرش را داد تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. خدا این جهان را بر اساس محبت بنا کرد، چون خدا محبت است و خدا هیچ چیزی رو برخلاف ذات خودش خلق نمیکنه. خداوند اون عنصر عشق رو در هستی ریخت. به همین دلیل سیستم خلقت خدا و سیستم وجودی انسان با محبت کار میکنه. اگه اون محبت در اون جایگاه خودش نباشه، سیستم مختل میشه و همه چی برعکس میشه. و اما سوال اینه که اگه خدا محبته و جهان رو بر اساس محبت خلق کرد، چرا این همه ظلم در جهان هست، در ایران هست؟ چی شد که وضع ایران ما به این روز افتاده؟ چون این کلام محبت در اونجا نیست. سیستم اونجا بر اساس اون عنصر عشق بنا نشده. اون قطره عشق در قلب‌ها ریخته نشده. این نامه عاشقانه خدا به انسان در اونجا خونده نشده. ایران ما برای پایه‌گذاری قانون اساسی کشور به این کلام نیاز داره تا عدالت جاری بشه. همچنین برای روابط شخصی و خانوادگی و اجتماعی خودمون، روابط زن و شوهران، والدین با فرزندان، دوست، همکار، به این قانون محبت نیاز داریم. به تعالیم مسیح نیاز داریم. لازمه که پایه خانواده ها بر اساس این بزرگترین حکم خدا یعنی محبت بنا بشه، چون تعالیم مسیح اون شیره خشم ذاتی انسان و خودخواهی ذاتی انسان رو از ما میکشه بیرون و شیرازه وجود انسان رو تغییر میده، در ذات انسان کار میکنه. مسیح میگه با دیگران همونطور رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنن و قطعا هیچ کدوم از ما دوست نداریم با بی احترامی با ما رفتار بشه. اگه این حکم اصلی محبت در هر خانواده و جامعه اجرا نشه، اون خانواده و جامعه در درد میفته. چرا در ایران این همه طلاق هست، این همه پرونده های طلاق توی دادگاه ها روی هم انباشته شدن؟ در بسیاری از خانواده هم اگه طلاق قانونی نگرفتن، طلاق عاطفی گرفتن و همسران نسبت به هم سرد و بی‌تفاوتن. توی خونه هستن ولی هیچ صمیمیت و احترامی نسبت به هم ندارن. یا جوانانی که به خاطر نداشتن مهریه در زندان ها بودن. دلیل همه اینها نبودن اون عنصر محبت در اون رابطه و در اون قلب هاست، چون اون حکم مسیح در میان اعضای اون خانواده اجرا نشده. کلام خدا میگه با محبت دیگران را بهتر از خود بدانید. این کلام شفای روابط رو جاری میکنه، روابط آسیب دیده رو بازسازی میکنه، احساسات شکسته رو شفا میده، ذهن، افکار و خاطرات بد رو شفا میده. و کلام خدا در رومیان هم میگه از جنگ و جدل و حسد بپرهیزید، این همون محبت است. اگه زن و شوهری کلام خدا رو بشناسن، اون محبت در وجودشون شکل میگیره و جدایی در اون رابطه اتفاق نمیفته و خانواده سالم و سپس جامعه سالم بنا میشه. زن و شوهرانی که به جایی رسیدید که فکر میکنید طلاق آخرین راه حل شماست، تشویقتون میکنم موعظه بالای کوه عیسی مسیح رو در انجیل متی فصل 5 بخونید و عمل کنید. زندگیتون شفا پیدا میکنه، عشق به قلباتون برمیگرده و دیگه به جدایی فکر نمیکنید. مردم ما جزو اولین کسانی بودن که این کلام رو دریافت کردن. حتی قبل از اروپاییان، ایرانیان این کلام رو، این نامه عاشقانه خدا به انسان رو دریافت کردن. مسیح و تعالیمش برای تمام جهانه، ولی مردم ما این کلام شفابخش خدا رو کنار گذاشتن و به جاش کلام شمشیر و خون رو آوردن و نتیجهش رو دیدیم. فقط در اجرای این کلامه که امنیت و آزادی فردی و اجتماعی تضمین شده است. و بعد از ایران و خاورمیانه این کلام توسط پولس رسول به اروپاییان رسید، ولی اروپاییان این کلام رو پذیرفتن و سیستم جامعهشون رو روی آیات انجیل بنا کردن. این همان محبت الهی بود که اروپا غرب رو تبدیل کرد به کشورهای امن، مرفه و آزاد که درش امنیت هست، احترام به جان انسانها هست و قوانین پناهنده پذیر کشورهاشون رو هم بر اساس آیات کتاب مقدس بنا کردن. بسیاری از کمونیست‌ها و مسلمان‌ها زندگیشون رو فروختن و اومدن در کشورهای دموکراتیک آزاد مسیحی زندگی میکنن. اونایی هم که نیومدن آرزو دارن که بیان. اتئیست‌ها به کشورهای کمونیستی چین، کوبا، کره شمالی نمیرن، میان به اروپا. مسلمان‌ها هم از دست خودشون فرار میکنن، میان به اروپا. چرا؟
چون در کشورهای کمونیستی و اسلامی کلام خدا نیست و زندگی سختی دارن و احتمال داره کشته بشن، ولی قانون اساسی اروپا بر پایه انجیل مسیح بنا شده و به فرمان مسیح موظفن به تمام انسانها احترام بذارن. یه طیف سکولاریستی حدود 3-4 دهه یا بیشتر به اروپا اومدن و دیدگاه‌های خودشون رو داشتن و تلاش کردن در جامعه دیدگاه خودشون رو جا بدن. از لحاظ فرهنگی و فکری تونستن تأثیر بذارن در جامعه، ولی قانون رو نتونستن دست بزنن. با هم بریم اون آیاتی رو بخونیم که اروپا قانون پناهنده پذیرش رو بر اساس این آیات بنا کرد. میریم به لاویان فصل 19 آیات 33 و 34 رو میخونیم. چون غریبی با شما در سرزمینتان سکونت گزیند، او را میازارید. غریبی که نزد شما سکونت گزیده است، برای شما همچون بومی باشد. او را همچون خویشتن محبت کنید، زیرا من یهوه خدای شما هستم. آمین. خداوند اینجا دستور داده با اونها، با غریبه ها، با پناهنده ها همچون بومی رفتار کنید. یعنی با پناهنده ها مثل خودتون رفتار کنید و هر چی دارید به اونام بدید. در اعداد فصل 15 هم گفته غریبان باید از حقوق قانونی مشابه با شما برخوردار باشند. همین آیات رو باز هم در خروج و عبرانیان تکرار کرده و گفته که به غریبه ها احترام بگذارید تا سرزمینتان را برکت دهم. خداوند اینجا یه شرط گذاشته و اروپا اگه امروز برکت داره به خاطر این وعده خداونده که گفت اگه غریبان رو به میان خودتون راه بدید شما رو برکت میدم. و در مزمور 19 هم میگه خداوند غریبان و یتیمان را حمایت میکند. آمین. پس میبینیم که قوانین پناهنده پذیری غرب بر اساس انجیل مسیح بنا شده، از خوشقلبی انسانهای اینجا نیست بلکه فرمان خداست. پس اتئیست‌ها و مسلمان‌ها اگه در اروپا در امنیت و آزادی زندگی میکنید به فیض مسیح خداوند عیسی را سپاس بگید. کلام خدا به ما نشون میده خدا این جهان رو بر اساس محبت ذاتیش خلق کرد. هر کشوری بایستی قانون اساسیش بر پایه انجیل مسیح بنا بشه و یکی از مهمترین احکام خدا اینه که قتل مکن. به هیچ عنوان حق نداری قتل کنی، چه شخصی باشی چه حکومت باشی. طبق کلام خدا هیچ حکومتی حق نداره ظلم کنه و به شهرونداش آسیب برسونه. جهان به انجیل مسیح نیاز داره، به تعالیم مسیح نیاز داره. نه فقط کشورهای اروپایی بلکه تمام کشورهای جهان قانون اساسیشون باید بر اساس انجیل بنا بشه تا عدالت برقرار بشه در اون کشور، تا امنیت و ارزش جان انسان حاکم باشه در اونجا و کسی لازم نباشه فرار کنه و به کشورهای دیگه پناهنده بشه. چون در هر سرزمینی که قوانینش بر اساس قوانین کلام خدا بنا بشه حضور خدا هم میاد به اونجا و اون کشور رو برکت میده با برکات طبیعی، برکات مالی و هر نوع برکتی و به اون سرزمین آرامش میاره و در اون جامعه کار میکنه. و در جایی هم که قوانین خدا نباشه و به احکام خدا بی احترامی بشه حضور خدا هم نیست، برکاتش هم نیست، اونجا خشکسالی و بی برکتیه و سیستم و فرهنگ بی احترامی و خودخواهی انسان ها نسبت به همدیگه در اونجا حاکم میشه و در سیستمش نهادینه میشه و عادی سازی میشه. سرزمین زخمی ما نیاز داره به این احکام محبت. خونه هامون، جامعه‌مون نیاز داره به این کلام شفابخشی خدا، چون در این کلام حیات هست و قدرت شفابخشی خدا پشتشه. مسیح گفت من آمدم تا فقیران را بشارت دهم، بر شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را آزاد سازم. مسیح برای همین اومد، برای شفای شکسته دلان، برای آزادی اسیران و برای اجرای حکم محبت برای بشر اومد. مسیح تنها کسی بود که شمشیر دست نگرفت و قطره خون نریخت، بلکه با محبت پیغام نجات و آرامش خودش رو به سراسر جهان رسانید. ایران ما به قدرت شفابخشی کلام خدا به این حیات نیاز داره. همونطور که پتروس گفت سرورم از حضور تو کجا برم، کلمات حیات جاودان نزد توست. ما هم از حضور خدا کجا بریم، کلمات حیات جاودان نزد اونه.
دور از خدا، در نبودن خدا هلاک شدیم. سرزمینمون رو غارت کردن، هموطنانمون رو قتل عام کردن، جوانانمون رو دسته دسته سربدار کردن و روح مرگ رو بر خاکمون ریختن. ولی خبر خوش اینه که پایانی هست، خدا هست، راهی هست. مسیح راز هستیه، سر هستیه. هر سرزمینی که مسیح و تعالیمش رو داشت، در اونجا شفا، آزادی و امنیت جاری بوده. پس در این لحظه بیداری روحانی، پادشاهی خداوند و کلام شفابخش خداوند رو بر سرزمینمون ایران اعلام میکنم به نام مسیح، به امید آزادی وطنمون. شما رو برکت میدم با کلام خدا در رومیان 15. اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید. آمین. برکت خداوند بر شما باشه.